بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. دوستان عزیز، در سلسله ای برنامه ها ای بار یک برنامه طنزی را حضور شما تقدیم میکنیم. این یک مصاحبه است که خبرنگار روزنامه دروغ اینترنشنل با قولاغا، یکی از ارادتمندان پروفسور پوپنک، انجام داده در رابطه با سفر پروفسور پوپنک به تاجیکستان و گستردن سفره فرهنگی در اونجا. پروفسور پوپنک کل شما میشناسین، یک شخصیت بسیار مشهور است که مستغنی از تعریف و توصیف است. با دروغهاش، با تهمتهاش، با افتراهاش، با وقاحتهاش، با چشم سفیدیهاش، با پروییهاش، با گندهاش، با گازهای اشکاورش، با همه چیزش شما پروفسور پوپنک به خوبی میشناسین. در این مصاحبه خبرنگار روزنامه دروغ اینترنشنل از آقای قولاغا جریان مسافرت پروفسور پوپنک به تاجیکستان و گستردن سفره فرهنگی پرسان میکنه و آقای قولاغا چون عقلش طلسم شده، فکرش طلسم شده، در ابتدا میگه که من نمیتونم از خود چیزی بگویم، من فقط همون چیزایی را که پروفسور پوپنک میخواه من همون چیزها را بر شما میگم، قسم میکنم. اما چون خبرنگار روزنامه دروغ اینترنشنل به قولاغا اطمینان میده که جریان مصاحبه را و چیزایی را که تو میگی من به پروفسور پوپنک قسم نمیکنم، تو مطمئن باش، باز عقل قولاغا یک ذره واز میشه و یک ذره یک سلسله حقایق میگه. البته بسیاری از حقایق پت میکنم، خو یک سلسله را میگه. ما شما را در جریان همین مصاحبه میگذاریم. حال مستر آدمبرگ، خبرنگار روزنامه دروغ اینترنشنل، از آقای قولاغا پرسان میکنه و میگه: مستر قولاغا، من آدمبرگ، خبرنگار روزنامه دروغ اینترنشنل، خواست با تحلیلگر بزرگ، دانشمند بی‌نظیر، کسی که بحث 45 دقیقه‌ایش یک کتاب مصاحبه کرد. پلیز من را نزد ایشان راهنمایی کرد. قولاغا میگه: ببخشین آقای آدمبرگ، جناب پروفسور پوپنک بسیار علاقه داشتند که با شما ببینند و مصاحبه کنند، چون روزنامه شما بزرگترین و پرتیراژترین روزنامه جهان دروغ است و جناب پروفسور پوپنک نیز بزرگترین و چشم سفیدترین دروغگوی جهان. اما متاسفانه شما وقتی تشریف آوردین که جناب ایشان مشغول ساختن برنامه و دروغ بافی های جدید هستند، لذا به من هدایت دادن که با شما به نمایندگی از جنابشان مصاحبه کنم. مستر آدمبرگ میگه: very good مستر قولاغا، اما من خیلی علاقمند بود که با خود پروفسور پوپنک مصاحبه کرد و از نظریات و کشفهای نوشان در مورد قرآن و اسلام و پیغمبر اسلام با خبر شد، چون جنابشان بسیار خوب دروغ گفت و با زبان لچکانه که دیگر کس مثل ایشان نتوان گفت. قولاغا میگه: جناب آدمبرگ، شما مطمئن باشین من چیزی از پیش خود نمیگم و نمیتونم بگویم، چرا که پروفسور پوپنک با شعبده بازی و طلسم و جادوگری سایکولوژیکلی با عقل ما و صدها و هزارهای دیگه مثل ما بازی کرده و قوی فکر کردن از ما گرفته. از این سبب من تنها همون چیزایی را میگم که جناب پروفسور پوپنک در مغزها و عقلای ما پرتاب کرده و باز ما در بسیار جاها همراه جناب پروفسور بودیم و در لجنزار ویدیوهای متعفنشان غسلها کرده و غطاها خوردیم و واقعهای زیادی را دیده و خاطرهای زیادی از اونا و حالاتی که به سرشان آمده دارم. آدمبرگ میگه: بسیار خوب مستر قولاغا، is it possible که یک خاطره جالبتانه همراه پروفسور پوپنک برای ما قصه کرد؟ شما آزادانه گفت، ما با پروفسور پوپنک چیزی نگفت و چغولی نکرد. قولاغا میگه: بسیار خوب. بله پروفسور پوپنک. میگه: بله پروفسور پوپنک یک سفر به تاجیکستان داشتن و اونجا به دیدن مزار رودکی رفتن و اونجا از مردم خواستن که یک سفره فرهنگی پهن کنن. سفره پهن شد و اونجا استادان بزرگ
شعر و ادب فارسی مثل رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، بیدل، مولانا و دیگران حاضر شدند و هر کدام خوراکی های معنوی زیادی که همه قند و عسل و نقل و نبات و شیره و شکر و خیلی لذیذ و بی‌نظیر بودند بر سر سفره گذاشتند. بیاین ببینیم که پروفسور پوپنک این سفره را چه قسم پهن کرد. ما مربوط یک سفره فرهنگی هستیم. این یک سفره است، این یک فرهنگ مشترکه. ما دور یک سفره فرهنگی هستیم. ما از افغانستان هستیم، شما از تاجیکستان، دو سرحد مختلف، اما اگر سرحد پس کنیم ما یک مردم هستیم، یک لسان، یک طرز فکر، یک فرهنگ، یک کلچر. از همین خاطر است که ما و شما همونطور که از یک لقمه میور داریم، از یک فرهنگ مشترک کلمه میور داریم، از یک فرهنگ مشترک شعر میور داریم. اشعار را که شما خواندین در قلب ما یک موسیقی آفرید. خب سفره پهن شد و از غذاهای لذیذی که رودکی به سفره گذاشته بود این قسم یک عطر به فضا پخش شد. بر عشق تو هم نه صبر پیداست نه دل، بیروی تو هم نه عقل برجاست نه دل. این غم که مراست کوه قاف است نه غم، آن دل که تو راست سنگ خاراست نه دل. حکیم ابوالقاسم فردوسی از تعریف و توصیف پیامبر اسلام مشک بسیار خوشبویی با خودش آورده بود که نزدیک بود با بویدنش جان پروفسور پوپنک از تنش بیرون شود. او می گفت تو را دانش و دین رهانت درست، در رستگاری بباید جست. وگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دایم بوی مستمند. با گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. شیخ اجل سعدی شیرازی با دست گلهای بسیار خوشبو از گلستان و بوستانش خوانی از نعت پیامبر اسلام پهن کرد که باز هم نزدیک بود از شنیدنش روح ناپاک پروفسور پوپنک از تنش بیرون شود. او گفت کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم. امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا محبت جبرائیل. نماند به عصیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. چه نعتی پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا. چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک الصلاة ای نبی السلام. پروفسور پوپنک که از این نعت شیر و شکر سعدی شیرازی که سراپا مشک و عطر بود سخت به تنگ آمده بود، خواست با یک تنفس متعفن و بدبوی عطر این نعت از بین ببره، اما نتانست و نزدیک بود از شدت عقده ناکامی جانش برآید. حافظم با تعریف و توصیف قرآن این سفره را رنگین تر کرد و جان پروفسور پوپنک به لب آورد. حافظ پروفسور پوپنک که خود در پشت کوی دروغهایش پت کرده بود میدید و از این که او یعنی پروفسور پوپنک از هیبت و عظمت قرآن میلرزه و به خود میپیچه میخندید. حافظ سفره فرهنگی را که پروفسور پوپنک از پهن کردنش سخت پشیمان شده بود زیبایی بیشتر بخشید و این گلهای خوشبو و خوشرنگ به سفره فرهنگی آورد که عشقت رسد به فریاد، ار خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و ختم قرآن غم مخور. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم هم از دولت قرآن کردم. ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی با کتاب قرآنی. همون قسمی که شیطان از گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سخت بیتاب و بیاب و رسوا میشه و خودم میبازه. پروفسور پوپنک هم از شنیدن این اشعار حافظ و نام قرآن سخت بیچاره و بیتاب و رسوا شده بود و عرق کرده و لباسهای بالا و پایین خود ترک کرده بود.
بیدل با بوستانی از نعت به سر این سفره آمد و همه جا را از اوصاف معطر پیامبر اسلام عطرآگین ساخت. پروفسور پوپنک با دو علت از شعر بیدل سخت به تکلیف شده بود. یکی که معنیش هیچ نمیفهمید، دومی که تنها همه قدر میدانست که بیدل در توصیف پیغمبر اسلام شعر میخوانه. پروفسور پوپنک نزدیک بود از شدت غم و ناراحتی سکته کنه. بیدل با صدای رسا نعتیه خود این قسم قرائت کرد: آن که از بوی بهارش رنگ امکان ریختند، گرد راهش جوش زد آثار اعیان ریختند. شاهد بزم خیالش تا درد طرف نقاب، آرزوها 6 جهت یک چشم حیران ریختند. تا دم کیفیت مجنون او آمد به یاد، سینه چاکان ازل صبح گریبان ریختند. سینه چاکان ازل صبح از گریبان ریختند. آسمان زان چشم شهلا چشمکی اندیشه کرد، از کواکب در کنارش نرگسستان ریختند. حیرتی زد جوش از آن نقش قدم در طبع خاک، تا نظر وا کرد بر فرقش گلستان ریختند. از هوای سایه دست کرم در بار او، ابرها در جلوه آوردند و باران ریختند. طرفی از دامانش افشاندند هستی زد نفس، طرفی از دامانش افشاندند هستی زد نفس. و از خرامش یاد کردند داب حیوان ریختند. از حضور معنیش بی پرده شد اسرار ذات، و ظهور جسم او آینه جان ریختند. نام او بردند اسمای قدم آمد به عرض، از لب او دم زدند آیات قرآن ریختند. از جمالش صورت علم ازل بستند نقش، و از کمالش معنی تحقیق انسان ریختند. غیر ذاتش نیست بیدل در خیال آباد سن، هرچی این بستند نقش و هر قدر آن ریختند. در این وقت پروفسور پوپنک خواست که نفسی بکشه تا از دلتنگی و غم و اندو جان نته، و ضمناً خواست که به مردم تاجیکستان بگه من هم سواد دارم. شروع کرد به بیانیه دادن و سفره ای را که از عطر سعدی و حافظ و فردوسی و بیدل و رودکی و غیره معطر و رنگین و زیبا شده بود، یک دفعه با گند و تعفن خود آلوده کرد. او در دقیقه 7 دقیقه و 39 ثانیه ویدیوی شماره 907 خود گفت: تیمور می آید، بخارا را یک سره ویران میکنه، سمرقند باز میبینین که خودش فارسی زبان میشه، اولادش فارسی زبان میشه، و گرگانی ها و مغولی هایی که اولاده از اوسته تا این میبرن این لسان در این آنقدر انکشاف میتن که در ای جای دنیا و شمول افغانستان، تاجیکستان، ایران قدر انکشاف نکرده بود. میزبانای تاجیک که بیهوده فکر میکردند پروفسور پوپنک یک دانشمند و عالم است و سواد کافی و عالی داره، با خود فکر کردند شاید او یک لغت انگلیسی را به کار برده باشه که اند یعنی آخری چیزی است. مسکینان هم میدانستند که منظور پروفسور پوپنک از اند کشور هند است. پروفسور پوپنک به لجن پراگنی و پخش مرداری و بوهای بد خود ادامه داد و در دقیقه 8 و 31 ثانیه ویدیوی مزخرف شماره 907 خود گفت: اما لسان فارسی یکی از مهمترین لسانها در خطه ابریشم است. ما از آذربایجان تا این شما که برین با همین لسان مردم همی که پروفسور پوپنک کلمه خطه را خطه گفت، یک دفعه فرهنگ‌ها و لغتنامه های متعدد فارسی یک پی دیگه شروع کردن به ضربه زدن در کله پوک پوپنک زدش. ترق فرهنگ برهان به کلهش خورد تا خواست خود راست کنه، یک ترپس دیگه شد بهار عجم به کله بی مغزش خورد. از پشت از اون مصطلحات به سرش افتاد، از پشتش سراج اللغات، از پشتش منتخب، از پشتش رشیدی، از پشتش قیاس اللغات، از پشتش فرهنگ ده خدا با چندین مجلد، از پشتش فرهنگ معین، از پشتش فرهنگ عمید و ده ها فرهنگ و لغتنامه دیگه که هر کدام با شدت و حدت و با قهر و غضب
به کله پوپنک زده و بیمغز پروفسور پوپنک اصابت میکردند و هر کدام ترقص شرپس شرقص صدا میکرد و پروفسور پوپنک با خوردن هر فرهنگ و کتاب لغت به فرقش، مخصوصا اونایی که چندین جلد و بزرگ بودند، توازن خود از دست میداد و با گفته ایرانی ها تلو تلو میخورد و ناخودآگاه به اختیار رقص میکرد. ناگاه یکی از فرهنگا زبان کشید و خطاب به پروفسور پوپنک گفت: او بدبخت بی سواد کلپور پوپنک، در کدام یک از ما فرهنگ ها و لغتنامه ها کلمه خطه با فتح خ یعنی خطه نوشته شده؟ پروفسور پوپنک که رنگش پریده بود و از ترس میلرزید و زیر پایش و چوکیش هم تر معلوم میشد، بازاری افتاد. گفت: ببخشین فرنگای محترم. البته اینجا هم پروفسور پوپنک مثل که هند میگه فرهنگم فرنگ گفت و ادامه داد: ببخشین فرنگای محترم، من اصلا نمیدانم خطه یا خطه یا خطه چه معنی داره. ما همه شنیده بودم که یک خط است که خط دیورند میگن. ما فکر کردم که خطه یعنی همین خط دیورند و او طرف و این طرفش زبان فارسی بوده و وجود داشته. فرهنگا و لغتنامه ها که سخت برآشفته بودند با فرهنگ ده خدا به نمایندگی از خود دستور دادند که یک پسگردنی محکم به کله پروفسور پوپنک بزنه و ازش تعهد بگیره که دیگه ای بده نکنه که یک لغت نفهمیده تلفظ کنه و بروه به یگان کورس بزرگسالا ثبت نام کنه تا فارسی یاد بگیره. فرهنگ ده خدا چنان پسگردنی محکم به کله پوپنکی پروفسور پوپنک کوبید که 1 ساعت گنگس بود و پوپنک هایش از بینیش سرازیر شده بود. میزبان های تاجیکی از خنده زوف کرده بودند و از اینکه پروفسور پوپنک اینقدر رسوا و بیاب و سرکوب شده و لت خورده بود تعجب و برخی هم کیف میکردند. اما پروفسور پوپنک به خود نمی گرفت. تو گویی هیچ چیزی واقعی نشده و بعد از چند لحظه فکر کرد که فرهنگا رفتن و باز یک گل به او داد و یک لغت غلط خواند و در دقیقه 8 و 50 ثانیه ویدیوی مزخرفش که همون ویدیوی 907 است صنعت سخن بود. صنعت سخن گفت. گوش کنین. ما با هم توسط همین زبان و همین فرهنگ با صدها میلیون انسان در روی زمین گره میخوریم. با صنعت سخن گره میخوریم، با مهربانی گره میخوریم، با عشق گره میخوریم، با دوستی گره میخوریم، با مولانا و با بیدل گره میخوریم. وقتی پروفسور پوپنک ای گله به او داد، ایجا بود که فرهنگ ده خدا که خود در یک گوشه پود کرده بود و میدانست که بی سواد کودن بازم گلی را به او میته، بار دیگه آمد و یک قفاق محکم به کله تاسش زد و گفت: او بی سواد بی شعور، کلمه سنت اصلا در لغتنامه ها و فرهنگ ها وجود نداره و او چیزی که تو میخوایی بگویی صنعت است به فتح صاد نه صنعت بزم که اصلا در لغتنامه وجود نداره. در لغتنامه ها وجود نداره. او بدبخت، ببین نظامی چی میگه: صنعت من برده ز جادو شکیب، سحر من افسون ملائک فریب. و سعدی در گلستان خود میگه: استاد من فضیلتی که بر من دارد از روی بزرگی است و حق تربیت، وگرنه به قوت از او کمتر نیستم و به صنعت با او برابرم. پروفسور پوپنک باز از سیلی جانانه فغانایش برآمد و او بینیش روان شد، مخصوصا که از او طرف بیدلم سرش پتکه میکرد که او بدبخت، تو چی نسبت به ما داری که با ما خود گریه میکنی؟ و از او طرف مولانا هم همچنین میگفت که او بدبخت بی سواد کودن، تو کجا و ما کجا که تو میگی ما با مولانا گریه میخورم. اما پروفسور پوپنک خود از دست نداد و به پیش میزباناش باز به فضل فروشی ادامه داد و این بار برای که ثابت بسازه از اشعار مولانا هم چیزی میدانه، شروع کرد به خواندن همون شعر مشهور مولانا که میگه: من مست تو دیوانه، ما را که برد خانه، 100 بار تو را گفتم کم خورد و 3 پیمانه. او یک بیت غزل مولانا را که میگه: از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نگهش مزمر 100 گلشن و کاشانه، این قسم خواند.
از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نگهش مزمر صد گلشن و کاشانه. اینال بیاین که بشنویم خود از این امو شعر خودش بخوانه که به چه قسم رسوایی میخوانه. بشنوین. ما یک چند مصرع از غزل مولانا را بخونم. من مست و تو دیوانه. در بعض از نسخه هایی که چاپ ایران است این غزل مولانا را نشته میکنن که من مست تو مستر، اما ما در مکتب که میخواندیم من مست تو دیوانه، به خاطر از که مولانا این را برای شمس میگه و مولانا شمس هم مولای خود میدانست. در قاموس از او شمس باید یک مرحله بالاتر از مولانا می بود. شمس هم مولانا همیشه بلندتر از خود میدانست. بنابراین من مست تو مستر کمتر میشد که شمس بلند باشه. از این خاطر باید اصل از این باشه که من مست و تو دیوانه، چون دیوانگی حالت بلندتر مستی است. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. 100 بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه. احتمال داره که این اولین غزل مولانا باشه در مورد شمس که چطور با هم سر میخورن. من مست و تو مستانه، من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. 100 بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه. از خانه به در رفتم مستم به پیش آمد، در دیده او مزمر 100 گلشن و کاشانه. در این وقت مولانا که با خشم و غضب آمده بود و هر طرف پروفسور پوپنک میپالید که به خاطر توهینهایش به قرآن جزا بتش، اما به خاطری که پروفسور پوپنک همراه خود 10 بوجی دروغ و افترا، بلکه 100 بوجی دروغ و افترا و شیادی و شیطنت و منافقت برده و پشت اونا پت شده بود، از دید مولانا پت مانده و مولانا او را نمیتونست پیدا کنه. اما همین که شعر مولانا را به این شکل مسخره و خنده‌آور خواند، یک دفعه مولانا او را دید و به طرفش دوید و از گوشش گرفت و پروفسور پوپنک به دست و پای زدن شروع کرد و به تقلا و چاپلوسی که مولانا جان، من ارادتمند و مخلص شما هستم، ما برایتان یک برنامه ساختیم و یک شعر شما را در باریش تبصره ها کردیم که میگین یک خانه پر ز مستان، مستان نو رسیدند، دیوانگان عاشق زنجیرها دریدند. مولانا که بیشتر عصبانی شده بود فریاد کشید که او بدبخت بی سواد، تو را چی به اشعار ما و مستی های ما؟ مستی های من مثل مستی های تو از چرس و بنگ و افیون و هیروئین و شراب و سیگرت و چلم و نسوار نیست که تو خود به من نسبت بدی و اشعار مرا بخوانی. و باز به تو کودن پوچمغز کی اجازه داده که در شعر ما تصرف کنی و کلمه رسیدن را که جمع است رسیده بخوانی و بگویی که این مثل عزیزه که بگوییم یک خانه پر ز مهمان، مهمان نو رسیده. اولوده کلمه مستان در شعر ما جمع است و کلمه مهمان در مثال مزخرف تو مفرد است. پس این تشبیه و قیاس تو نادرست و مع الفارق است. پروفسور پوپنک که معنی ترکیب مع الفارق نفهمیده بود گفت سب چی گفتین؟ جبل طارق؟ مولانا یک سیلی به کلیش زد و گفت او بدبخت، مع الفارق یعنی قیاس نادرست. قهر مولانا دم بدم شدت می گرفت و پروفسور پوپنک لحظه به لحظه سیلی کاری میکرد. پروفسور پوپنک برازی که خود از چنگ مولانا نجات بده باز هم به چاپلوسی شروع کرد و گفت مولانا جان، من همی چند دقیقه پیش هم یک شعر مستانه شما را خواندم، اون در ویدیوی شما را 907 ما ببینین و بشنوین. مولانا با خشم گفت بخوان ببینیم چه قسم خواندی؟ پروفسور پوپنک شروع کرد به خواندن و گفت من مست تو دیوانه، ما را که برد خانه. 100 بار تو را گفتم کم خورد و پیمانه. از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در دیده او مزمر
صد گلشن و کاشانه. مولانا اینجا یک جتکه عارفانه خورد، گفت چی گفتی؟ باز بخوان. چی خواندی؟ پروفسور پوپنک باز تکرار کرد. از خانه به در رفتم، مستم به پیش آمد، در دیده او مزمر صد گلشن و کاشانه. مولانا که از خشم و غضب به کوره از آتش عرفانی مبدل شده بود، چنان گلوی پروفسور پوپنک فشار داد که نزدیک بود نفسش برآید، اما نه از راه حلقش، چون چنگالهای قوی مولانا راه حلقش کاملا بسته کرده بود. مولانا که شنیده بود پروفسور پوپنک سر قرآن هم تاخت و تاز میکنه، امو شعر مشهور خود با قهر شدید عرفانی میخواند که ای سگ طاعن تو عوو میکنی، طعن قرآن را برون شو میکنی، این نه آن شعر است که از وی جان بری، یا ز پنجه قهر او ایمان بری. میزبانهای تاجیک که دیدن مولانا میخواه پروفسور پوپنک به پیش هتلر و مارکس و لنین و برژنف روان کنه، با عذرخواهی و با عذر و زاری شروع کردند و گفتند حضرت مولانا بد کده، توبه کده، دیگه مرتکبی حماقت ها و رذالت ها نمیشه. اما مولانا میگفت نه، من خبیث بی سواد ماندنی نیستم، او با قرآن که من مفسرش هستم توهین میکنه و باز شعر مرا بسیار غلط میخوانه تا مردم بگویند مولانا بی سواد بوده که کلمه مزمر را مزمر گفته. بعد حضرت مولانا با قهر عرفانی به پروفسور پوپنک گفته و بدبخت بی سواد جاهل مکتب ناخوانده، تو چرا در شعر ما کلمه مزمر مزمر خواندی؟ پروفسور پوپنک که از ضربات کشنده مولانا سخت ناتوان و بیچاره شده بود و گریه میکرد گفت مولانا صاحب به شیطان قسم، من نمیدانم مزمر چه معنی داره. من پیش از انتخاب شعر شما درباره این کلمه دقت نکرده بودم، فقط خواستم یک خودنمایی کنم و در نزد میزبانان تاجیکی خود دانشمند و ادیب جلوه بتم. از این سبب شعر شما را گرفتم و به خواندن شروع کردم، اما وقتی به این کلمه رسیدم فکر کردم این دیگه چیست. به شیطان گفتم شیطان جان قربانت شوم، به من کمک کو که من پیش از این مردم تاجیکستان که اهل دانش و ادب هستن رسوا نشوم. شیطان هم که مثل من بی سواد است گفت مزمر بگو. گفتم مزمر چه معنی داره؟ گفت آیا میدانید مزار مولانا در کجاست؟ گفتم نه. گفت تو بدبخت در ترکیه است و در ترکیه هم یک شهر است به نام ازمیر. من با شیطان گفتم بس است دیگهش خودم میدانم. گفت خوب است. من با خود فکر کردم مزمیر یعنی همون ازمیر و مولانا که بیشتر عصبانی شده بود دست راست خود بالا برد و یک سیلی محکم به کله پروفسور پوپنک زد که جرنگ صدا کرد مثل یک کوزه سفالی خالی و با پای راست خود محکم به شکم پروفسور پوپنک زد. در اینجا خبرنگار دروغ اینترنشنل مستر آدمبرگ معنی شکم نفهمید و از غولاغا پرسید مستر غولاغا what do you mean by شکم؟ شکم چه معنی؟ غولاغا گفت شکم همون که شما استمک میگین، یا معنی دیگهش گدام ذخیره برنامه های پروفسور پوپنک که برنامه های خود در اونجا میسازه و برون میفرسته. در وقت آدمبرگ گفت خو آیسی از این سبب برنامه های پروفسور صاحب پوپنک اقا بدبوی و متعفن است. آقای غولاغا گفت بله و همین که مولانا با لگد به شکم پروفسور پوپنک صاحب کوبید، چون پای مولانا خیلی قوی بود و زور عرفانی داشت، یک مرتبه ذخیره برنامه های پروفسور پوپنک با تقلبات و تصنعات و تجسمات شروع کرد و این هم لغت های خود پروفسور پوپنک است که در مورد یک شعر دیگه مولانا به کار برده و مولانا و شعرش توهین کرده، چرا که تصنعات ظاهرسازی و ریاکاری معنی میته، تجسمات یعنی مجسم شدن خود شاعر که مسکین پروفسور پوپنک از شدت بیسوادی فکر میکنه تجسمات یعنی تصویرسازی شعری. به هر حال برنامه‌های ذخیره شده در شکم پروفسور پوپنک شروع کردن به انقلاب و دوش و پرش ای طرف و او طرف و گرم درم غرم از بالا از پایین و از هر طرف به برآمدن و فراز شروع کردن. اینجا بود که همه جا بوی بد و تعفن پر کرد. استادان شعر و ادب که به سر سفره فرهنگی آمده بودن و او سفره را سخت خوشبو و معطر و رنگین ساخته بودن یکی بعد دیگه بیهوش شدن. حافظ او طرف افتاده و دلش بد شده و عق میزنه، سعدی طرف به نفس تنگی دچار شده و استفراغ میکنه.
فردوسی به یک گوشه دیگه، سنایی به یک گوشه دیگه و بیدل به یک گوشه دیگه و رودکی و دههای دیگه همین قسم. اما چون مولانا چون قوه عرفانی قوی داشت بیهوش نشد، اما کم دستاش سست شد و پروفسور پوپنک تانست خود خلاص کنه و بگریزه. اما حضرت مولانا دست بردار نبود و از پشت سر پروفسور پوپنک میدوید تا او را دوباره بگیره و لگدمالش کنه. در این وقت خیامم که از بویدن گازها و سموم پروفسور پوپنک بیهوش افتیده بود کم به هوش آمد و چشم موقع دید که مولانا پروفسور پوپنک میدوانه. خوب که دقت کرد گفت اوه این همون خبیث بیسواد است که شعر مرا هم بیخی مردار کرده و غلط خوانده بود. از جایش خیست و اگرچه چندان به هوش نبود او هم پشت سر پروفسور پوپنک دوید که جزا بتش. بدو پروفسور پوپنک پیش و دو استاد بزرگ شعر و ادب فارسی پشت سرش. دی وقت شیطان که سخت در فکر جان پروفسور پوپنک بود خدا به او رساند و گفت پوپنک جان به طرف جهنم برو که دو نفر نمیتونن اونجا برن. پروفسور پوپنک جفتک زد و خدا به گودال بزرگی که پایینش جهنم بود رساند و همونجا به لبه جهنم استاد شد. دی وقت بود که مولانا و خیام اردو رسیدن و اردویشان دو لگد محکم و کاری به پشت پروفسور پوپنک زدند. پروفسور پوپنک کلمه لاق به جهنم سرنگون شد و رفت پایین تایی که به پیش هتلر و لینین و ستالین و مائو رسید که هر کدام بر سر کوههای از جمجمه بشری ششته بودند و آتش جهنم از زیر و بالایشان زبانه میکشید. پروفسور پوپنک به اونا التماس شروع کرد که شما را به شیطان قسم مرا پناه بتین که مولانا و خیام میخواین مرا بکشن. اونا گفتن او بدبخت بی سواد تو کوچکتر و بی ارزشتر از این هستی که ما تو را پناه بتیم. و هر کدام یک لگد به پشت زدن و گفتن برو گم شو در پایین ترین طبقه جهنم پیش رفیق برژنف. و پروفسور پوپنک کلمه لاق به طرف پایینی جهنم شود شد و رفت تا که به زیر پای برژنف افتاد. و رفیق برژنف که خودش سخت متعفن و بدبوی بود و در آتش میسوخت بینیش محکم گرفت و گفت اوف ای بدبو از کجا آمد. اما همی که پروفسور پوپنک دید گفت خرش و رفیق پوپنک تو اگرچه بسیار بدبوی و پلید و متعفن هستی که دل مرا بد کردی، اما از این که به ضد اسلام و قرآن و پیغمبر اسلام بسیار تهمت و افترا میکنی و دروغ میگی باشم اینجا پیش ما و از بوی زشت و گازهای ما و خودت برنامه های ضد اسلامی بساز.